مقام رهبری هم بایستی که همون رهبریشو میکرد. معنی رهبری این است که نظارت کنه که در کشور کارهای خلاف شهر انجام نشه. اگر یک رئیس جمهوری وزیری میخواست کار خلاف شهر بکنه او جلوشو بگیره، نه اینکه یک تشکیلات و یک گارد سلطنتی از پادشاهان دنیا زیادتر کسی هم دسترسی نداشته باشه، تو وزارت خونه دخالت کنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه جا دخالت کنن. کیا؟ اینا که دورشان غلطه. اینجور کشور پیش نمیره. رو درواسی کشوری که چند ارگان حکمفرما داشته باشه، مجلس جداست و دولت جدا و مجمع تشخیص مصلحت جدا و دفتر رهبری جدا و هر کدوم میخوان بگن اینجور کشور اداره نمیشه. و حکومت مطلقه اونجوری که تکلیف کشور رو 2-3 نفر معین کنن